یکی از معضلات و مشکلات شما در ساخت کابینت و سازه‌های چوبی بدقولی اساتید در این صنف هستش. مهمترین علت این بدقولی برون سپاری مراحل مختلف تولیده، به این صورت که برش و نوار رو به یک کارگاه تحویل میدن. CNC و وکیوم هم به یک کارگاه دیگه تحویل میدن. رنگ و پولیش رو هم به یک کارگاه دیگه تحویل میدن و کلی از کاراشون رو برون سپاری میکنن. حالا اگه هر کدوم از این کارگاه ها 10 الی 15 روز بدقولی کنن، به نظر شما مجموعاً چند روز کار شما عقب میفته؟ در کارخونه پرچین همه مراحلی که گفته شد داخل خود کارخونه انجام میشه و هیچ برون سپاری نداریم. ما با استفاده از دستگاه‌های مدرن و بروز و نیروهای فنی و مهندسی خبره پروژه‌تون رو در کیفیت بالا و کمترین زمان بهتون تحویل میدیم.